سلام دوستان عزیز، امیدوارم جور و صحتمند باشین. ما در این قسمت از برنامه میخواهیم که در شما یاد بدم چگونه پابجی موبایل یا همون پابجی موبایل که روی تلفن ما بازی میکنیم را یاد بدیم که روی کامپیوتر نصب کنید. و این پابجی موبایل خیلی سخت هم هست دانلود کردنش که روی لپتاپ مثلا نصب کنیم. و در این قسمت برنامه ما یاد میدم که چجوری نصب کنیم. میریم در سر سرچ میریم و اینجا سرچ میکنیم گوگل کروم. در بخش گوگل کروم میریم که یک سایت است، بهترین سایت و مشهورترین سایت در این بخش کامپیوتری که به نام گیم لوپ. بهترین سایتی که ما تا حالا دیدیم نامش هست گیم لوپ. و از اینجا میتونیم انواع گیم ها و انواع برنامه ها را نصب کنیم. ما در بخش گیم لوپ این سایت معتبری است و مثلا گیمی که شما نصب میکنید شاید بعضی سایت ها هست که وقتی پابجی را داخلش نصب کنیم خارج میشه خود به خود. و این سایت خیلی خوبه. این سایت رقمی از سایت های دیگه نیه و بهترین سایت گفته شده در سال 2025. و داخل از این سایت میریم و اولین چیزی که میه به نام هم سایتش میه داخل اولین سایت میشیم که در نام گیم لوپ نوشته. داخل سایت که شدیم باز ما شما یاد میدیم که چی رقمی کنیم. اینجا نت ضعیفه، افغانستان دیگه مشکل پیش آمده، خیلی سخته به خدا، نت خیلی ضعیفه، افغانستان نت ضعیفه. خب داخل سایت که شدیم اینجا اولین برنامه که برنامه خود گیم لوپه که را از اینجا ما میتونیم نصب کنیم. فری دانلود نوشته. از اینجا که نصب کردین ما ایرا گیم لوپ قبلا نصب کرده بودم و روی کامپیوتر خود داریم و شما را از اونجا نشان میدم. الان میریم بیرون، ما سری گیم لوپ برم و ببینید برنامه را. ما خودم پابجی را در نصب بشتیم و این سایت که واس کنین به خاطری که پابجی خیلی مشهوره یا پاپیولره، در اولین چی خود پابجی را میره و میتونید از اونجا نصب کنید هر رقم آپدیت پابجی، هر رقم دیگه، حتی میتونید کال آف دیوتی و انواع برنامه را از گیم لوپ نصب کنید که خیلی هم ساده و آسانه دیگه. این بخش گیم لوپ و خیلی سایت معتبره، همزینج دانلود کنید دیگه. از دیگه سایت ها نروین به خاطری که بهترین سایت همی شناخته شده در سال دیگه. زیاد وارد جزئیات نمیشم، شما را نشان میدم. من پابجی رو دانلود کردم، دانلود نداشتم چون دیگه یک دفعه ببینیم چی میشه دیگه. خیلی نت ضعیفه افغانستان، خوب ولی خیلی آهسته دانلود میشه. فکر کنم تا صبح شاید دانلود شود. بعد میبینید دیگه انواع برنامه ها را داره، واتساپ داره، تلگرام، هر چیز داره که از داخل کامپیوتر میتونید شما دانلود کنید. و بچه یادتان نره و حمایت کنید. و من الله توفیق. تشکر از دیدارتان.